امروز 2 می سال 2025 بعد باران بهاری آسایشگاه دکتر طاهری هوا صاف و بی‌غبار، گیاه‌های شفابخش. این از شعر این برگ از کلام بوده که با زبان روسی لپو. این منظره های زیبا. اینجا گل های صد برگ و قریبش گفتم میدارم درخت صدف آب شد. در سر آب دریا این طرف دریا با پودینا کاری گزنده خوب این منظره های زیبای آسایشگاه دکتر طاهری. سراغ جمهوری تاجیکستان، ناحیه عینی، دهه پتکین، آسایشگاه دکتر طاهری برای سالمی و درازعمری و برنامه 4 سال عمر دیدن، بیمار نشدن در اینجا آموزانده می شود. سلامت باشید، 100 ساله شوید، با طبیعت باشید.